سن میلاد بودم، از تهران با قطار به میانه میرفتم. میانه جایگاهی بودش که من بازی میکردم، هم سن میلاد. بچگی های من تو کوچه پس کوچه های خاکی های میانه بود. هیچ موقع یادم نمیاد، یعنی یک عکسی به قول شما، یک عکسی گرفته شد، یک فریم عکسی از من خودم از خودم به یاد میارم که من سوار قطار بودم، دستم از پنجره قطار بیرون بود. ایستگاه میانه که قطار ایستاد، تمام پوست بدن من شروع شد سفید شدن، موهای بدنم صاف وایستاد. این روز زادگاه مادری برگشتم. یک احساس عجیبی بود که من کردم، دقیقا حس میکنم برای این خواهد بودش که اون لحظه‌ای که من برگردم به سرزمینم. حتی توی وبلاگم هم نوشتم من بعد از 30 سال موقعی که از دبی به طرف باکو میرفتم، 2 ساعت 45 دقیقه من روی آسمون سرزمینم بودم. دیدم اونجا، حس میکردم تو کوچه پس کوچه های اونجا بودم. این اولین بار بود بعد 30 سال و اون احساسی که حس میکردم تو این کوچه الان چه خبره، اونجا داره یکی شلاق میخوره، اونجا یکی تو زندانه. بعد اون شعر به یادم اومد که مال ایرج نازنینه، میگه تا چراغ وطنم خاموش است، سوگوارانه جهان میگذرد، خون گل میچکد از ثانیه ها، شب پر از نعش جوان میگذرد. آه آه دیدی وطنم ویران شد، خانم خانه زندانبان شد، قفس کوچک من زندانی بزرگی همه ایران شد. و این رو امیدوارم اتفاق بیفته و عرض کردم نیمه من اونجاست و امیدوارم به این تکامل برسم.